سلام دوستانم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، عالی باشید، پر از انرژی و حال خوب. خب بچه ببینید، همونطوری که تو جلسه قبل گفتم شما خب چجوری باید اشیا رو بکشید و یه توضیحاتی من دادم. حالا کاری که برای امتحان باید کنید، شما یه بخشی دارید امتحان طراحی، بچه مجسمه سازی که میخوان امتحان بدن. بعضی از سالها اومدن طبیعت بیجان گذاشتن، یه مدل چیدن، کاسه، کوزه، پارچه، همون چیزایی که من توی جلسه قبل دونه دونه براتون کار کردم، اینا رو یه جا چیدن. خب چند نفر صدا میکنن میگن که بیاید طراحی انجام بدید. خب به شما ممکنه که چند تا صفحه بدن، اوکی؟ حالا یه تایمی هم به شما میدن، شما باید بشینید اونو ترکیب بندی بزنید و از زوایای مختلف کار کنید. ببینید ممکنه که شما یه جا بشینی یه ترکیب بندی رو در نظر بگیری، خب بگی که حالا من خب این ترکیب بندی این طبیعت بیجان رو بکشم. حالا من میخوام که یه طبیعت بیجان برای شما بکشم و تو اون طبیعت بیجان بهتون بگم که چه نکاتی مهمه که انجام بدید. بریم با هم. بچه ببینید، من همچین ترکیب بندی رو فرض کنید یه مدلی بوده، خب یه بخشیشو من انتخاب کردم، چون ممکنه که وسایلی که برای شما بذارن خیلی زیاد باشه، چون بچه‌ها دور میشینن، ممکنه که یه بخشی رو بخوان انتخاب کنن. مثلا میگم ممکنه که خیلی چیزای دیگه دور و بر این باشه، من یک بخشی رو انتخاب کردم. خب یه مثلا کوزه بوده، یه مثلا فرض کنید یه سیب بوده، یه مثلا حالا یه لیوانی اینجا بوده. خب من اینو انتخاب میکنم، اوکی؟ یه بخشی رو قرار شما کار کنید انتخاب میکنید. اما قبل از اینکه یه کار بزرگ انجام بدی، کاری که بعد کنی کادر باید بکشید. بچه‌ها نمیگم بهتون، شایدم بگن، ولی کادر بکش. درسته این کاغذ دور تا دورش میشه کادر تو، اوکی؟ ولی تو وقتی کادر بکشی خیلی بهتره و انتخاب کردی. بچه‌ها قبل از اینکه من بخوام این مدل رو انتخاب کنم، خب قبل از اینکه اصلا بخوای یه کار بزرگ انجام بدی، بهتره به چند تا صفحه میدن دیگه، بهتره بذارید من کناری انجام بدم. بهتره که شما قبل از که یک بخشی رو انجام بدی بیای کادر کوچیک کوچیک، میگم بعد مدیریت زمان کنی دیگه، اینم زمانی نمیگیره. ممکنه من قبلش دارم مدل رو میبینم، ممکنه یه سری کادر کوچیک کوچیک بکشم، ببینید مثلا به این شکل، افقی، عمودی، مربع سعی کنید استفاده نکنید، مثلا باشه مربع مستطیل باشه، خیلی مربع نباشه. ببینید من میخوام این صحنه رو انتخاب کنم، بگردید ببینید که کجاهای این کاد تصویرتون و عناصرتون رو بذارید. بچه ممکن بود مثلا من این ترکیب بندی رو این شکلی بزنم، فرض کن اصلا این کوزه بیاد تو این 1/3 اینجا این باشه، اینجا بود، ببین در این حدم بزنی یا ببین خیلی کلی، اینجا هم بخش سیبه معلوم باشه، اینجا پارچه میاد ما دیگه اونو نبینیم. خب حالا ممکنه مثلا این بخش از پارچه بیاد اینجا، مثلا ممکنه بود یه فرم دیگه اینور باشه من بکشم، اما مثلا دارم انتخاب میکنم. ممکنه عمودی بگیرم، مثلا اینو این شکلی میدیدم، فرض کن مثلا کوزه رو من نصفه میدیدم. ببینید داریم جای گذاری میکنیم، ببینیم کدوم ترکیب بهتره و انسجامش بیشتره برای کار کردن. ببین ممکن بود من همچین ترکیب بندی رو انتخاب کنم و پارچه رو بیشتر اینورش رو ببینم. ببینید به این شکل دارم انتخاب میکنم. منظره یاب شنیدید دیگه، تو درستون خوندید، میتونی دستتو این شکلی کنی تو امتحان عمودی افقی کنی، یک دیتیلی رو انتخاب کن. این همینه، من دارم انتخاب میکنم، دستمو دارم نسبت به این کاد. فرض کن الان طبیعت بیجان اصلیه، فرض کن که اصلا طراحی نیست. خب من میخوام اینو دارم میبینم، دارم اینا رو از توش دارم در میارم، دستمو میذارم توی دارم نگاه میکنم، آها من این بخشو انتخاب کنم، دست من نگاه توی دستم. ممکن بود ترکیب بندی شما این باشه، چی میگم، ممکن بود ترکیب بندی شما مثلا فرض کن این باشه، مثلا این اینقدر انتخاب کنی اینجا باشه. می چی میگم؟ پس شما حق انتخاب داری. پس بیا چند تا اسکیسای کوچولو بزن تو یه دونه کاغذ جداگونه کنار کار اصلیت، اشکالی نداره. هر چیزی چی میگم، هر چیزی که جلوی شما گذاشتم میتونی ترکیب بندی ایجاد کنی. خب مثلا ممکن بود مثلا من این ترکیب بندی رو مثلا فرض کن اینو مثلا میذاشتم وسط،
خب وسط معمولا خوب نیست دیگه، ترکیب بندی خوبی ایجاد نمیشه. مثلا اینم بیاد یه بخشش اینجا، ما یه بخشی از کوزه رو ببینیم این شکلی باشه، ببینید این شکلی باشه. ببینید چند نوع الان ما ترکیب بندی اینجا داریم که ما رسیدیم به این. مثلا اینم باز خوبه ها. حالا میگم هر کدومش یک ساختار ترکیب بندی داره. من منظورم اینه که شما باید یک بخشی رو انتخاب کنید. حتما کتاب طراحی یکتون رو بخونید، کتاب طراحی یک رو بخونید، ترکیب بندیشو، مثلا هرچی مطلب در مورد ترکیب بندیه بخونید. اوکی؟ یا ترکیب بندی که تو عکاسی خیلی به دردتون میخوره برای چیدمان. بچه‌ای که میخوان امتحان بدید نگید عکاسی به من ربطی نداره، من خب نقاشی گرافیک بخونم عکاسی ربطی نداره. نه، بخونید این ترکیب بندی به شما میگه که چیدمان چجوری باشه تعادل برقراره. اوکی؟ بچه چیزی که من انتخاب کردم، ببینید ما ترکیب بندی‌های مختلفی داریم. ببینید من چند تا کادر یکسان بکشم. من حالا خیلی دارم بچه خلاصه میگم و اینا درسای مفصلی این قضیه. ببینید ما یه ترکیب بندی داریم ال مانند. الان این اله، ببینید عناصر چیدمانش حالت ال شده. یه ترکیب بندی داریم قطریه، نوع چیدمان عناصر طوریه که حالت قطری داره. یه سری ترکیب بندی ها حالت مثلا میگن حالت اس داره، این شکلیه. چی میگم؟ ترکیب بندی مختلفی داریم، اسپیرال داریم. اوکی؟ حالت دیگه مختلف داره، الان تو ذهن من نیست چه نوع دیگه ترکیب بندیایی داریم. ولی هر چیزی که بچه‌ها اصلا سرچ کنید اینا میاد، انواع ترکیب بندی ها اصلا میاد براتون. من یه ویدیو دارم مفصل در مورد ترکیب بندی ها به صورت تئوریه، عکس نشون میدم، اون بحث ترکیب بندی اونجا مفصل گفتم، تو عکس‌ها آنالیز میکنم تا اونجا که جا داره توضیح میدم رو عکس‌ها، رو نقاشی‌ها به این شکل. چیزی که مهمه بچه‌ها 1/3 تصویرتون رو رعایت کنید، عناصرتون تو 1/3 باشه. ببین الان این تقارن ایجاد نکرده ها خیلی. من چی میگم؟ چون اگه من تقارن باشه تعادلم به وجود میاد دیگه، بیشتر موقع اینطوری میشه نمیام قطعی. مثلا اگه من یه عنصر انقدر میکشه این دیگه هم تقارن بود هم تعادل بود، ولی اینجا نکنه حالت ال داره، چشم ما این شکلی میچرخه. میبینی؟ ولی نکنه عناصرامو توی 1/3 گذاشتم. حالا این نه اشکال نداره. مثلا ممکن بود مثلا من یه گلدونم اینجا داشته باشم، فرض من یه گلدون اینجا بکشم بچه‌ها، ببینید پشت اینا این شکلی بشه، هیچ موردی نداره، عنصر وسطی شده، وسط قرار گرفته، ولی جزء پلان عقب حساب میشه. ببینید بچه‌ها جزء پلان عقبه. چی میگم؟ جزء پلان عقبه، هیچ مشکلی نداره. ممکن بود ترکیب بندی من این شکلی بشه، اتفاقا یه ذره انسجام کارم بیشتر کرد، این دوتا رو بیشتر به هم ربط داد. می‌بینید یه عنصر اومد حالت زنجیروار، اینا رو مثل منگنه به هم وصل کرد. می‌بینید پشت این اومد یه بخشش پشت این، یه بخش پشت این. اوکی؟ پس نکنید بحث ترکیب بندی مهمه، ولی 1/3 رو حتما دقت کنید. تعادل برقرار باشه. تعادل به این معنا نیست که یه عنصر اینور بذاری یه عنصر اینور، نه، از نظر وزنی فضای مثبت و منفی میتونه تعادل ایجاد کنه. مثلا بچه‌ها اینجا فضای مثبت من بیشتره عناصرام، ولی اینجا کمه، ولی به جاش من فضای منفی دارم. چی میگم؟ فضای منفی جو ارتباط، یه جور هماهنگی و هارمونی به وجود آورده. بچه این مسئله حتما ارزش خطی رو رعایت کنید. حالا ازتون میگن که سایه پردازی هم کنید. تو دیگه بر اساس نور و سایه یه منبع نور میدی به این، شروع میکنی به سایه زدن. خب به رنگ اجسام هم توجه کن، کدوم تیره تره کدوم روشن تره، درجات خاکستری تو مشخص کن روی رنگ ها. مهمن بچه‌ها، خیلی مهمن، حواست باشه. اوکی؟ کنتراست کارتو ببر بالا، تیرگی روشنایی ها رو. حالا یه بحث مهمی که میخوام بهت بگم، بچه‌ها معمولا اینو میکشن فضای پشت، یا میتونه یه پارچه آویزون باشه یا اصلا فضای پشت فضای کارگاه. فرض کن مثلا اینم اصلا این پارچه هم نیست، من اینو پاک کنم. میخوام یک نکته اساسی و مهم بهتون بگم که این میتونه خیلی کمکتون کنه بچه‌ها. مثلا فرض کن پارچه مثلا بالا نیومده، پشتت اون کارگاهی که نشستی داری امتحان میدی، مثلا پشت اینا یه پارچه این شکلی اومده، اینجا فرض کن میزته، این پارچه این پشت اومده رو اینجا، مثلا چند تا فرم چینه چروک پارچه هم داری. اوکی؟ من حالا این کارو دارم با ارزش خطی میبرم جلو، فعلا سایه نزدم، ولی شما بعد سایه هم بزنید. اوکی؟ این کار شماست. منبع نور رو حتما در نظر بچه‌ها بگیر، ببین کدوم ور نور زده کدوم ور سایه داره اینا، یا سایه های افتان جسما رو توجه کن حتما. ببین بچه‌ها
بعد از دوستان چیکار میکنم؟ ممکنه مثلا این فضا رو بکشن، خیلی دقیق این رو سایه بزنن، فضا پشت رو سفید بزنن بمونه. بچه خوب نیست. یا فضای پشت رو بر اساس نور و سایه هاشور بزن پشت دیگه لایه سایه‌ای داشته باشه، یا بیا فضای پشت تو اون فضای کارگاه رو کار کن، خیلی جذاب میشه، عمق کاره و پلان بندیت زیباتر میشه. مثلا فرض کن من اینجا یه کنج دیوار، حالا قرار نیست همون جایی که نشستی همون پشت رو بکشی، ممکنه روتو کنی مثلا اینا رو کشیدی روتو کنی به یه سمت دیگه، یه پنجره از یه جای دیگه ببینی بکشی. فرض کن نگاه کن من اینجا زمینه بکشم، اینجا یه کنج دیوار بکشم. ببین بچه‌ها، ببین چه عمقی به کار من داد. اینجا فرض کن یه پنجره من این پشت بذارم، ببینید یه خط افق هم در نظر میگیری، اینجا همه رو میبری به یه سمت نقطه گریز. مثلا فرض کن این پشتشون یه پنجره بزرگ من میکشم، ببین این شکلی. ممکنه من پشت این یه پرده بذارم. ببینید بچه‌ها، مثال دارم میگم، من این چیزی دارم ذهنی دارم، فقط میخوام به تو یه خطی بدم. وقتی تو این فضا رو میکشی میگه آها این هنرجو، چون بالا سرتون معمولا استاد دانشگاه هستن بچه‌ای که مجسمه امتحان میدن، میگه آها این دانشجوی درکی از فضا و عناصر و چیدمان داره. خب مجسمه هم مهمه دیگه. وقتی شما یه مجسمه در آینده ان شاءالله کار کنی، توی محیطی قرار بدی، توی پارکی، توی میدونی شهری، اون فضا هم برات مهم میشه. ما نمیتونیم همونطوری بسازیم، فضا مقیاسا مهم میشه. مثلا ممکنه من اینجا یه درم بذارم، مثلا فرض کن ممکنه در بذارم، چرخیدم و یه جای دیگه دارم میبینم، ببین عمق دادم به کارم. ممکنه یه چهارپایه هم من اینجا بکشم، پرسپکتیو به رخ بکشم بچه‌ها. مثلا فرض کن یه پرسپکتیو دو نقطه یه چهارپایه من مثلا اینجا کم رنگ بذارم. پس خواهشاً حساس باشید به این قضیه. اوکی. سال پیش چی گفته بودن؟ سوال این بود که اون جسمی که باید با گل کار کنی، چون دو مرحله دیگه گفته بودن با گل باید کار کنی. وقتی کار کردی گفته بودن خب اونو بذار جلوت، از اون طراحی کن. خب بعد بچه‌ها اومدن اول بسم الله طراحی کردن، این کارو نکرده بودن. خب نمیگم حتی این کارو کن، اینا بیشتر نمره داره، یعنی بیشتر توجه میکنن. بعد اومدن اگه بعضی بچه‌ها اومدن کشیده بودن همون فرمی که درست کرده بودن، بعد پشت هیچی نذاشته بودن، نه فضا خاکستری زده بودن، اصلا فضای در و پنجره هم کار نکن. فضا پشت اهمیت بده، به زمینت اهمیت بده، سایه افتاد میفته، نور میفته. اوکی. به فضا پشتم بعد اهمیت بدی، حداقل نور و سایه بندازی، اصلا یه دیوار در نظر بگیر. حالا من دارم سخت میگیرم اینو، میگم عمق بده، قشنگتر میکنه. اوکی. پس این شکلیه، رهاش نکن، اهمیت بده بهش. یه بخشی از سوالم چی بود؟ گفته بودن که یه فضای داخلی رو بکشید. حالا فضای اون داخلی محیط امتحانت رو میتونستی بکشی دیگه، استفاده کنی، یه ذره عناصرها رو خودت جابجا کنی، یه ذره اینا نمک فلفل داستانه ها، ببین اون فضا رو بکش. ولی ممکنه یه صندلی باشه یه جا دیگه نگاه کنی بذاری تو اون فضا. اینا رو میگم که این شاخکامو حساس بشه بچه‌ها. حالا وقتی من این فضا رو میکشم دیگه، حالا میام کادرمو، حتما بچه‌ها کادرتون رو بکشید، قشنگ سعی کنید که در آخر با خطکش کادرتون رو صاف کنید. اول دستی بکشید یا اول با خطکش کم رنگ بندازید، ولی من بیشتر پیشنهاد میدم اول چون دستتون روونه چند بار خط کم رنگ بندازی که ببینن که تو استرس نداری، خطتو میندازی، بعد در نهایت میخوای کارتو پرزنت کنی، کار نهایی تو قشنگ خطکش میذاری، خطاتو تیره میکنی و جایی که خطا زیاد شدن رو پاک میکنی. الان این دیگه نیاز داره بچه به سایه روشن، که سایه روشن هم من تو اون جلسه گفتم که چجوری اجسامو سایه بزنید. اوکی. من حالا یه سری ویدیوهای عناصرات جدا جدا تا یه حدی کار کردم، اونا میتونه به دردتون بخوره، ولی در مجموع شما باید یه ترکیب بندی زیبا بزنید که بتونه کارتون بیشتر نمره داشته باشه، ارزش خطی هم داشته باشه به این شکل. و تضاد تیرگی روشنی، تضاد جنسیت سازی، اینا مهمه. میگم ممکنه که برای شما یک طبیعت بیجان بزنن جلوتون، این اتفاق بیفته. مرسی که توجه کردید، امیدوارم که مفید باشه براتون. مرسی.